عمرن اگه میدونستی که اگه 2 شیشه رو بیاری و داخلش پیاز خورد کرده و گوشت بندازی، بعد داخل یکیش لپه و داخل اون یکی هم لوبیا قرمز بریزی، بعد هم داخل یکیش رب و داخل اون یکی شیشه رب انار ترش ژینو بریزی، از این طرف هم آب لیمو آب قوره ژینو بیاری و به هر کدومش اضافه کنی. حالا لیمون، نمک، زردچوبه، روغن، آب، در آخرم داخل یکیش چوب دارچین و داخل اون یکی هم سبزی قرمه سرخ شده بریزید و درشو محکم ببندید. بعد از اینکه خوب تکون دادید داخل قابلمه بذارید و آب بریزید، بذارید روی شعله گاز تا 2 ساعت بپزه. شما فقط اینجا رو ببین، روغن سیاه قرمه سبزی رو ببین، یعنی فقط یه بار به این روش درست کن. بهت قول میدم تا حالا همچین قرمه سبزی و قیمه‌ای نخوردی. بدون سرخ کردن، بدون دردسر این 2 خورشت جا افتاده رو درست کن که از خوردنش سیر نمیشی. دکمه سیوش رو بزن و بفرست برای اونایی که وقت زیادی برای آشپزی ندارن یا اونایی که مجردن.